همه چی از سال 1928 شروع شد، جایی که یک میکروبیولوژیست اسکاتلندی به اسم آقای الکساندر فلمینگ بعد از چند روز سفر به محل کارش، یعنی همون آزمایشگاه همیشه شلخته خودش برمیگرده. حالا نکته داستان چیه؟ ایشون یه ظرفی داشته که تو اون ظرف پر از باکتری بوده و توی اون چند روزه اون باکتری‌ها تو اون ظرف رها شدن و از قضا وسط اون باکتری‌ها هم یه چپکی بوده به اسم قارچ پنیسیلیوم. حالا چیزی که ایشون بعد از چند روز مشاهده کرد این بود که دور اون قارچه هیچ باکتری وجود نداشته و انگار باکتری‌ها جرأت نزدیک شدن به اون قارچه رو نداشتن. یه نکته تو ذهنش زد که نکنه این قارچه همون کلید معمای همیشگیه و باعث میشه که باکتری‌ها بمیرن و بهش نزدیک نشن. به خاطر همینم شروع کرد به تحقیق و دید بله، قارچ پنیسیلیوم یه ماده‌ای ترشح میکنه که باکتری‌ها رو از بین میبره و باکتری‌ها به همین خاطره که بهش نزدیک نمیشن و ازش دوری میکنن و اون ظرف و اون قارچ شد نقطه تحول علم پزشکی. فلمینگ که داشت از خوشحالی بال در می آورد فکر کرد که دیگه کار تموم و دنیا باید به خاطرش جشن بگیرن. اما واقعیت یه چیز دیگه بود. تولید پنیسیلین خیلی سخت بود و صنعتی سازی کردن اون به شدت سخت‌تر، تا اینکه توی سال 1940 یعنی 12 سال بعد آقای فلوری و همکارانش بالاخره راه تولید انبوه و صنعتی سازی این دارو رو پیدا کردن و اون شد نقطه مهم تاریخ. حالا چرا تاریخ؟ چرا که توی سال 1945 تونست جون سربازای خیلی زیادی رو نجات بده و سربازایی که با یه عفونت ساده در اثر زخم‌ها می‌مردن حالا دیگه نجات پیدا می‌کردن. کشف پنیسیلین یه نمونه از هزاران کشف تصادفی بود که توی دنیای ما وجود داره و ما توی اپیزودهای بعدی قطعاً بهشون می‌پردازیم. با من همراه باشید.